بچه من خوش اومدین. امروز اولین ولاگه بریم که 4 صبح دوبالایی توی جنگل جمع کنیم. اگه سخنی داری بفرمایید تا بریم سر لوکیشن. سخنی هم علی دستا بالا. الان نور روشن کنیم من صحبت کنم. نور فلش نباشه بهتره. خب روشن کن بهتره. یکم اکتیوه اینم چراغ جام اکتیوه سر صبح شیچه حال میکنه. تا داشت در ببینم علی صدا میشنوی از اون پشت. 4 صبح چه حسی داری؟ نه نظر زار رفت. خیلی سرده. خیلی هوا سرده. ماشین نمیشه خود جمع کنیم. بخاری با لیگشی لباسی برادر علی صبح بخیر جوان ایرانی. حالت خب لوازم کار اینجاست. داش علی هم اینجاست. میگه مشروب خوب میخوای داش علی؟ داش علی بغضه. داش علی دکتر. داش علی میبینیدش نباشه رنده تیم از دست میره. پیزا هم میارید. خب هوای بسیار پاییزی و سرد. داریم میریم که اولی ولاگ پیج خانم زباله رو داشته باشیم. به ویروله. اینجا خیلی منطقه آسیب خیزیه بچه ها. آره اینجا نمیدونم حالا بومیا میریزن یا غیر بومیا. خب البته اصلا مهم نیست کی میریزه و چرا اصلا باید ریخت در واقع. چقدر سرد. ساعت فکر کنم 5 صبح دقیق نمیدونم ولی نگاه کن طول آفتاب قرار از اینجا بزنه بیرون. صحنه لذت بخش کنه. ما میریم که منطقه رو البته منطقه رو از قبل خورده تمیز کرده بودیم. دوباره مثل که اینجا رو به هم ریختم و قراره که مجدد تمیزش کنیم. خانم زباله، خانم سوده عزیز، شما عرضی سخنی؟ حرفم نمیاد. اینجا میز مزه‌ای بار بچه‌هاست که عرق خوردن همه اینجا تا انداختن. ببین عزیز من تو پا شدی اومدی طبیعت اینا رو گرفتی خوردی اشغال کردی تفریح کردی. حداقل اینا رو بگی ببر بنداز یه جایی که ارزش داشته. اینجا چرا میندازی تو طبیعت؟ مگه تجزیه میشه تا میاری اینا اینجا میندازی؟ نگاه کن تو رو خدا. چرا بچه تمام تلاشمو کردم حداقل بتونم یه منطقه رو تمیز کنم. حدوداً 10 تا کیسه جمع شده. 2000 تا 3000 تا آشغال ممکنه باشه. نمیدونم اصلا نمیشمارم من اینا رو. من همه این کارو دلی انجام میدم و جمع میکنم. شما میتونین با من همراه باشین، به ما بپیوندین، بیایم زباله جمع کنیم، از طبیعت بیشتر لذت ببریم. فقط کافیه قطعش کنیم. مشت قطعش کن.